سلام بچه، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. اومدیم با یه آموزش جدید، اینه که چگونه پسورد اکانت ای فوتبال موبایلتون رو بازیابی کنید. توی گوگل کنامی آیدی رو بنویسید و سایت اول که متعلق به کنامی هست رو باز کنید. روی لاگین کلیک کنید. بذارید باز شه. خب اینجا بیاید پایین و روی forget your password کلیک کنید. اینجا ایمیل رو وارد کنید، ایمیل اکانتی که پسوردش رو فراموش کردید، که حالا من وارد میکنم. و در این به نظرم اشتباه وارد کردم. دوباره وارد کنم و بر آخر روی نکس بزنید و در آخر روی تاپ کلیک کنید. خب حالا کنامی برای شما یک ایمیل بازیابی پسورد روی جیمیلتون میفرسته. شما برید اون رو باز کنید، که حالا من الان میرم و انجامش میدم. خب اینجا کنامی فرستاده. ببینید دو تا لینک فرستاده. اون لینک بالایی، اون لینکی که بزرگتره رو الان هم دورش خط کشیدم، روی اون کلیک کنید. اینجا پسوردی رو که فراموش نمی کنید بزنید. حالا منم وارد بکنم پسوردی رو که فراموش نمی کنم. و در آخر روی ریجستر کلیک کنم. اینجا میگه که پسورد باید امنیتش بیشتر باشه، یعنی بیشتر وارد کنید، اعداد بیشتر. و در آخر وارد کردم و روی ریجستر کلیک کردم و در آخرم روی تاپ کلیک میکنم. خب بچه، امیدوارم لذت برده باشید. تا یه ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.